السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الآية. صدق الله العظیم. برادرای عزیز و گرامی، خدای متعال جل جلاله هر ساعت ما و شما را با رفیق ساختن توفیقاتش ارزشمند و با قیمت بسازم. انسان زمان رفته میرست پیشش و بدون از اینکه متوجه بوده باشه که برگشت نداره و به مخاطر است که خدای متعال جل جلاله انسان در واژه های مختلف در اوقات مختلف متوجه میسازه، حتی سوگن یاد میکنه، قسم یاد میکنه که بالاخره زمان از پیش انسان نره، چرا برگشت نداره. و قرار محاسباتی که شده است یک انسان در 24 ساعت 86,400 ثانیه عمر خود از دست بید. یعنی در واقع 86,400 خشت چیده شده از عمرش کاسته میره. بیدار باشه، خواب باشه، در ثواب باشه، گناه باشه، غفلت باشه، بیداری باشه، در هر چیزی که بوده باشه. خداوند متعال جل جلاله هم از جمعه هم از سایر روزهای هفته و در مجموع از ایام عمر توفیق استفاده اعظمی عنایت بفرماید. بحثی که امروز ما و شما در دقایقی که در پیش رو داریم البته در مورد بیداری و اقسام از او و علائم و ویژگی های از او هستم. پیش از این که بنیاد و اساس از این را از منظر کلام الله مجید که آیه تلاوت شد صحبت داشته باشیم، اجازه بدین که در قسمت از این که ما و شما در درس گذشته یا در جمعه گذشته یک عنوان بسیار اساسی را مطرح کردیم که از اولین و نخستین رکن رسالت و یا مفردی از مفردات نصاب مکتب رسول الله صلی الله علیه وسلم بوده که او عبارت است بحث معرفت خدا، بحث توحید خدا، بحث شناخت خدا، بحث ارتباط بلا انقطاع با ذات اقدس الهی بوده و حکم یتلو علیهم آیاته. این از نخستین رسالت نه تنها نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بلکه همه انبیا، همه رسول علیهم السلام وظیفه داشتند تا پروردگار متعال را برای بشریت معرفی بکنند، بشریت را به اقناع برسانه، بشریت را صاحب اعتقاد بسازه، بشریت را صاحب ایمان بسازه، بشریت را از خلی بی نوری و بی بصیرتی و بی اعتقادی خلاص بکنه. و مخاطر قسمت اعظمی از آیات قرآن کریم اختصاص یافته به شناخت ذات اقدس الهی. این موضوع را چرا ما باید بار بار مطرح بکنیم، بار بار بگیم؟ به خاطر از اینکه اول ضرورت است هر انسان به پروردگار خود که رابطه داشته باشه، به او اتکا داشته باشه، در محور از او بچرخه، برای کسب رضایش قدم برداره، با اخلاص بوده باشه، عباداتش به اصطلاح معجون در اخلاص و صفایت و بدور از ریا و تظاهر بوده باشه و خاتمش حسن خاتمه که با ایمان و یقین و اخلاص بوده باشه. همه از اینها را اگر جمع بکنیم پس ریشه داره در معرفت و چگونگی ارتباط انسان با خدای تبارک و تعالی. هرگاه انسان این قسمت بنیادش ضعیف بوده باشه، این قسمت محکم نکرده باشه، این قسمت کار نکرده باشه،
در این قسمت والدین، در این قسمت اساتید، در این قسمت ملایمان مسجد، در این قسمت استادای مدرسه و پانتون و در مجموع رسانه ها ادای تکلیف نکرده باشند، ادای رسالت نکرده باشند، واقعا امو بنیاد اساسی و بنیادی در مغز و قلب انسان تشکیل یا تشکل پیدا نمیکنه. وقتی که نکرد همه مسائل به این مرتب شده میره. انسان در فقدان اخلاص به سر میبره، انسان در فقدان معیت و به اصطلاح بودن با خدای متعال به سر میبره، انسان حتی در سر نماز حضور نمی داشته باشه، خدا یادش نمیه. امو کن تعبد الله کانک تراه میگه، ایره انسان تمثیل کده نمیتونه، ایره انسان به اصطلاح به عمل پیاده کرده نمیتونه. خلاصه تمامی مواردی که حتی رابطهش با انسانهای دیگر، چرا این انسانها امروز رابطهشون با هم دیگر یک رابطه پوشالی است، اکثرا صدق نیست، خب دو مثلا امانت اکثرا نیست، خب وفا نیست، همونطور نیست. مگرم علت و دلیل اصلیشی است که انسانها ترس لازم از خدا، ارتباط لازم با خدا، حضور خدای متعال لازم احساس نمیکنن و باز برمیگرده که اصلی گپ در کجاست؟ ضعف معرفت با خدای تبارک و تعالی، ضعف ارتباط با ذات اقدس الهی است. به او خاطر این یک ضرورت است که ما باید به این مسئله بپردازیم. دومی که مسلمان ها از طرف شیاطین انسی و جنی متاسفانه به اساس غفلتی که در مسلمان موجود است اغفال شدن، یا یک رقمی تو روحیه داده شده که گویا می بحث شناخت خدای متعال این حل است. گفتیم یک رفیق ما گپل است، نه گپل نیست. گپ که حل می بود ما باید می صورت حال کنونی ما، جامعه ما و مسلمان ها در مجموع این رقم باید نمی بود. ما خیلی و فاصله داریم با آنچه که اصحاب انجام میداد و با آنچه که ما انجام میدیم. او رنگی است که اصحاب داشت و او رنگی که ما داریم خیلی تفاوت داره. ای تو بگیم براتان زمین تا آسمان متفاوت است. دلیلش چی است؟ دلیلشون یک گپ است که اونا انسانای ربانی بودن، اونا انسانای بودن که للهیت و اخلاص و معنویت و ترس و خوف و خشیت به معنای واقعی کلمه در اونا جا گرفته بود و ما از این واژه های مقدس و مبارکه به دور ماندیم. پس اینال مسلمان وقتی که حتی صحبت شماست بحث خدا بکنین، معرفت خدا، بعضیا بر روی انتقاد میبینه، میگه مگر فکر میکنیم ما مسلمان نیستم، ما خدا را قبول نکردیم، ما وقت قبول کردیم، بابی ما میکنیم، پدر کلان ما خلاصه 16 نسل ما به اصطلاح قبول کرده بود و تو میای حال به ما چیز میگه. نه خیر، ما شما در هفته گذشته بنیادهای ازیر از منظر قرآنی و احادیث نبوی شریف و همینطور مثلا مسائل تاریخی و حتی فلسفی و علمی صحبت کردیم که 2,500 آیات در رابطه با شناخت خدای تبارک و تعالی در قرآن موجود است. 2,500 آیات که حتی واژه هایش برخن ما شما یادآور شدیم. احادیث شریف در این باب موجود است، احادیث شریف که خیلی زیاد در باب توحید خدا، در باب معرفت خدا وجود داره. از منظر فطری صحبت کردیم که انسان با ایمان فطری خلق میشه و هسته توحید و هسته خداشناسی از قبل در به اصطلاح قلب انسان یا در بدن انسان گذاشته شده است. این ایمان فطری باید به ایمان کسبی تبدیل شود، این ایمان فطری به ایمان محققانه و آگاهانه باید تبدیل شود. دیگه ما و شما صحبت کردیم که از منظر تاریخی خود صحابه و در رأس پیغمبران علیهم السلام سمبل و نمونه معرفت خدا و توحید خدا و اخلاص و کوهی از معرفت و توحید و شناخت بودن. از عمل کردشان و از روایاتشان و از حکایاتشان ما و شما همیشه این چیزا دریافتیم و در میابیم. همین رقم ما شما از منظر فلسفی صحبت کردیم که به هر میزانی که شناختا قوی باشه، محکم باشه، عمیق باشه، محصله از او اعتقاد میشه، اعتقاد راسخ، اعتقاد محکم، اعتقاد شکست ناپذیر، به اصطلاح ایمان محکم. و ایمان محکم عمل انسان محکم میسازه، ایمان محکم عمل انسان جهت درست میده. خلاصه در این موارد ما شما عملا بسیار یک صحبت مبسوط و مشرح و مفصل داشتیم. خدای متعال جل جلاله این مورد هنوز هم در ما بنیادی بسازه، هنوز هم عمیق بسازه. یادمانه که
جا داره که می نقطه هم اضافه بکنیم که علائم شناخت در یک انسان در باب معرفت خدا چی هسته. علمای کرام در روشنایی آیات قرآن کریم 3 تا چیز میگن به شکل برجسته و کلی و عمومی. هرگاه 3 تا مشخصه در یک انسان بیایم یا تحقق پیدا بکنه، این انسان به چیز رسیده است، معرفت خدای متعال رسیده، یا حداقل گفته میتونیم که نمره کامیابی را گرفته میتونم. اولین علامتی که انسان می داشته باشه بحث محبت با پروردگار متعال است. دی خدای سره مینه، دی الله تبارک و تعالی سره مینه لرل په زړه کې او په سلوک عمل کې دغه ښکاره کېدل او معلومېدل. اولین علامت، اولین نشانه، اولین ویژگی، اولین به اصطلاح خصیصه از خصایص معرفت با خدای متعال این است که انسان در قلب خود احساس میکنه که من با خدای ما دوست دارم. چنانچه ما موارد دیگر احساس میکنیم از خوردن و نوشیدن و پول و ثروت و امکانات، همه ما و شما و همه بشریت احساس میکنه که دوست داریم. به مخاطر از همه چیز میگذاریم، عزت دور از حاضر مجلس. اکثر انسان ها به خاطر به دست آوردن همه چیزهای دون و یا زودگذر و آنی از چیزهای اصلی و چیز میگذره که آبرو باشه، عزت باشه، شخصیت باشه، اعتقاد باشه، ایمان باشه، خدا باشه، آخرت باشه. این نشان میده که راستی انسان با می چیزها علاقه داره، دوستی داره. اینال با پروردگار متعال که انسان شناخت داشته باشه حتما محبتش میاد، حتما به اصطلاح با پروردگار متعال یک انس پیدا میکنه. والذین آمنوا اشد حبا لله، آنانی که مؤمنن سخت با پروردگار متعال محبت دارن، لقای خدا را آرزو میکنن، از عبادت خود حظ میبرن، جدیت در عبادت و طاعات دارن، دوری از گناه میتونن بکنن و دیگه ایثارگر میباشن. اینا همهشان نشانه های عزیز که راستی انسان با پروردگار خود علاقمند است. و حتی خدای متعال جل جلاله بر از که امی محبت پروردگار تفسیر شده باشه، باز در قرآن کریم بر ما 8 محبت دیگر یاد میکنه و به صراحت میگه که اینا باید مغلوب شوند و به صراحت به ما میفهمونه که هرگاه اینا غالب شوه بر 3 محبت دیگه که محبت خدا باشه و پیغمبر باشه و جهاد در راه خدا باشه، شما انتصار عذاب خدا را بکشید. مثل که خدای متعال میفرمه قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربصوا حتی یأتی الله بامره والله لا یهدی القوم الفاسقین. صدق الله العظیم. این دیگه ببینید که 8 محبت خدای متعال یاد میکنم. از پدرها را، از بچه ها را، از همسرها را، خب همین رقم از اقارب، از مال ملکیت، از تجارت و بالاخره از بلدنگ و قصر و خانه و آبادی. هر کدامش میگه که در دلتان چربی کنه، غلبه کنه بر محبت خدا و پیغمبرش و جهاد در راه خدا. شما انتظار عذاب خدای متعال بکشید. پس این شوخی نیست، این مذاق نیست. حالا بین رفراندوم بکنیم عوام خواص جهان اسلامه که شما راستی خودتان به خود نمره بده، خودتان بنویسه که چند نمره میگیری در رابطه به محبت پروردگار. خدا حاضر است که یعنی اغلبا و اکثرا در این قسمت نمره کامیابی چی که اموی نمره ابتدایی را میدام انسان گرفته نمیتونه. والذین آمنوا اشد حبا لله، اینی که از کلمه از بسیار چیز کار گرفته شده در اینجا، مبالغه کار گرفته شده که یعنی بسیار محبت شدید، بسیار محبت قوی، بسیار محبت سنگین و همونطور محکم و استوار با خدای متعال می باشه. که البته همون نشانه های عجیب باز ما و شما میتونیم در سلف صالح، اصحاب کرام، در مجموع آنانی که تاریخ را تحول دادن و تاریخ را زرین ساختن ما میتونیم پیدا بکنیم. دلیلی هم که می واقعات اصحاب به ما مزه میده به خاطر که در اوج ایثارگری هست، در اوج فداکاری هست، در اوج اخلاص هست، در اوج معنویت هست، در اوج ایمان هست،
در اوج تقوا هست، در اوج طهارت است، در اوج رشادت است و مجاهدت است. همونطور نیست میگنم. این دلیلی که ما متاثر میشیم از قصه های از اونها این میگه. پس برادرای عزیز، اگر امی قصه را یک دفعه دو دفعه کشه و آدم سیر میشه، ولی چرا از قصه های قرآنی و یا واقعاتی که رخ داده است و قرآن کریم از او به ما گزارش میده و حدیث پیغمبر گزارش میده و روایات اسلامی، بالاخره ما حظ میبریم. حتی در شخصیت ما چیز میکنه، ما کوشش میکنیم یک رقم اموتو شویم، در دل ما یک علاقمندی پیدا میشه. اینا همهشون نموگه بود که ریشه های بسیار محکم جهانبینی، اعتقاد، ایمان و محبت پروردگار در اونا تحقق پیدا کرده بود. بلا نشده الله تبارک و تعالی د پیژندو په اړه هغه د الله تبارک و تعالی نه بیره لرل دي، یا خوف، ترس. کله چې انسان د الله تبارک و تعالی نه وبېرېږي او دای په عمل کې ښکاره سي چې په رښتیا دا د الله څخه بیریږي، دا د الله څخه تقوا لري، دا د الله څخه بیره لري، نو دا ښکارندوی د دې ده چې و دغه انسان خدای تعالی پیژندلی و دغه انسان د الله تبارک و تعالی سره رابطه ټینګه کړې ده. بعدها آیه های قرآن کریم است که به ما میگه که فلا تخافوهم و خافون ان کنتم مؤمنین. شما از ایشان مترسید، صرف از ما بترسید اگر ایمان دارید. و همین رقم مثلا فلا تخشوا الناس واخشونی، از بشریت مترسید، هر کسی که باشه، از فرد تا به یک دولت، از دولت تا به یک قدرت جهانی، هر کسی که بوده باشه شما از اونها نهراسید، ترس نکنید، روب نداشته باشه، وحشت نداشته باشه، بزرگی در دلتان پیدا نکنه، بلکه خدای متعال برتان بزرگتر از همه چیز معلوم شود به حکم الله اکبر. این چقدر الله اکبر دلیلی که ما در نمازا فرض باشه، واجب باشه، سنت باشه، هر نمازی که بوده باشه، خلاصه نفل بوده باشه، الله اکبر گفته میریم. این پیام از این چیز؟ پیام از این است که در قلب انسان همه چیز دیگه خرد شوه، خدای متعال احساس عظمتش جای بگیره و ترس خدای متعال هم این معنا را میده. برادرای عزیز، این ترس به این معنا نیست خدای متعال که ما مثل که از یک گرگ و پلنگ و شیر میترسیم، همین رقم از خدای متعال میترسیم، از یک مار میترسیم، از یک گژدون میترسیم. نه، تو نیست. خدای متعال، جلوی ترس از خدای متعال این است که انسان وقتی که میخواد جسارت به گناه بکنه و یا ترک فرض بکنه، این میجه یک احساس پیدا شد بر انسان که من چقدر خرد هستم و خدای متعال چقدر بزرگ است و چطور در برابر در محضر خدای متعال تو یک جسارت هم بکنم. این سبب شود که دست انسان از گناه و معاصی گرفته شود. این سبب شود که انسان به یک فرض خدای متعال التزام نشان بده، التفات نشان بده و تمکین نشان بده. اینمی مطلب از خوف خدای متعال است. دیگه این خوف به معنای وحشت از خدای متعال نیست که انسان از خدا وحشت داشته باشه، از خدا بگریزه. نه خیر، ما میگیم ففروا الی الله، شما فرار کنید به سوی خدا. این که مثلا خوف ما چیز بگیریم، وحشت بگیریم از خوف از خدا، معنیش که از خدا بگریز دیگه، این طرف باید بگریزی. این تعبیرش درست نیست. تعبیر درست این است که انسان با شناختی که از الله تعالی پیدا میکنه پیش خود کوچک شود، پیش خود خرد شود، خدای متعال بسیار بزرگ برش جلوه بکنه، بسیار بزرگ معلوم شود. خب از این قسمت هم خدای متعال میگه اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. دریم علامت دغه د ورونو سره د خدای تبارک و تعالی حضور په خلوت او جلوت، په خلا او ملک احساس کول. هغه انسان چې خدای تبارک و تعالی پیژندلی، هغه انسان چې خدای تبارک و تعالی سره رابطه ټینګه کړې ده، هغه په خلا او ملا، خلا یوازیتوب ته ویل کیږي چې انسان یوازې سره، او ملا یعنی د ملأ عام یا د خلق په مابینس کې اوسېدل. په دواړه حالاتو کې د خدای تبارک و تعالی حضور احساسول، پر هغې باور لرل او دغه پایلې د انسان په عمل او سلوک کې ښکاره کېدل. دا معنا دا چې خدای باندې ایمان هم لري،
خدای پیژندل هم ده او دی خدای سره رابطه هم لري. برادرای عزیز، نشانه برجسته سیوم شناخت پروردگار که در انسان تحقق پیدا میکنه ای است که در همه حالاتی که انسان قرار داره، چی با حالات تنهایی است و در عمق تاریکی ها، یعنی شب بوده باشه یا روز بوده باشه، احساس حضور خدای متعال سر خود داشته باشه و همچنان در جلوت یا در ملأ عام. والله بصیر بالعباد والله بما تعملون خبیر والله بما تعملون بصیر الم یعلم بان الله یرا و سایر آیاتی که در قرآن کریم است به انسان نشان میده که این انسان زیر تحت نظارت خدای متعال است. نه تنها ظاهر انسان بلکه باطن انسان و قلب انسان هم تحت ریکارد خدای متعال قرار داره. یعنی آنچه که در دل ما مضمر کردیم یا مضمر است یا پنهان است یا پت است، او هم به اصطلاح چیز است، به خدای تبارک و تعالی معلوم است به حکم انه یعلم السر و اخفا. همون چیزهایی که اسرار پنهان در قلب ماست و کس خبر نداره، خدای متعال از قبل میدونه و پنهان نیست. یعنی این کمره که شما میبینین که پیش روی ما هست، این 3 بودی ثبت کرده میره طول عرض و ضخامت، ولی کمره های بلاکیف خدای متعال 4 بودی است. 4 بودی درون ما را هم ثبت کرده، ریکارد کرده میره. به او خاطر ما شما در دروس گذشته گفتیم که چطور ملک میدانه که به اصطلاح این عمل خیر بوده. میگه در قلب یک روشنایی تولید میشه، قلب یک سیگنال میده، قلب یک به اصطلاح علائم چیز میگذرانه و ملک میفهمه که این از جمله حسنات بوده. هرگاه قلب این ایمان یا این نور تولید نکنه، این نشانه را نشان نده، هرچند عمل انسان خیر باشه ولی این نور که تولید نکرد، معنیش که انسان از نظر اخلاص و از نظر للهیت و از نظر زیربنای نیتش اشکال داره، مشکلات است، نتونسته که نیت خدا به اصطلاح چیز بسازه و سمت خدای متعال جهت بده. به او خاطر کار ظاهرا خیر، اما ملک به سیئات نشته میکنه. چرا؟ غیب خدای متعال میفهمه، ولی می ملک چطور باید بفهمه که کار ما خدایی بوده؟ از همون نوری که به اصطلاح ضیایی که در قلب ایجاد میشه، ملک میفهمه کار خدایی بوده یا غیر خدایی بوده. پس این کمره های خدای متعال خیلی دقیق است. کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. پس این 3 علامت های برجسته و علامت های بسیار بارز است که در اوجه چیز میشه، چی میگه؟ نشانه ایمان هم برش گفته میتونیم، نشانه های معرفت خدا هم گفته میتونیم که همین انسان واقعا ایمان داره و ایمانش انشاءالله مطلوب الهی است و شناخت هم داره. این علائم شناختش است. چرا؟ بر چیز ما شما یک نشان داریم به هر چیز. اگر شما لباس هم متر میکنین، متراج است به او. اگر ما یک چیز را طول هم میکنیم، بر از او کیلو داریم، چارک داریم، سیر داریم. و اگر ما مثلا دیگه یک چیز وزن میکنیم، به او یک مقیاس و مکیال وجود داره. اینال برای ایمان انسان و برای شناخت انسان امی 3 تا مقیاسی است که علمای کرام از دل قرآن و از درون قرآن در روشنایی آیات قرآن و احادیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم به ما بیرون کرده. و به حکم اقرأ کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، برای انسان همین معیارات میگذاره. خود انسان محاسبه کنه که در کجای ایمان قرار داره، در کجای تقوا قرار داره، در کجای خدا ترسی قرار داره، در کجای ارتباط با خدا قرار داره و در کجای للهیت و شناخت ذات اقدس الهی قرار داره. خب از این گذشته انسان وقتی که ایمانش رشد بکنه، وقتی که ایمان در انسان رشد بکنه، علمای کرام میگه که 3 تا نتیجه دیگر هم به انسان به اصطلاح پیدا شود یا به وجود بیاد. اولش همی است که
علامت ارتقای ایمان در انسان 3 مورد میگن علمای کرام. ضمن 3 علائم کلی وقتی که ایمان در انسان رشد بکنه یا به طرف رشد باشه، میگه اولی که یک ذوق درونی، یک علاقمندی درونی به خدای متعال پیدا میشه. چنانچه قبلا نامده اشاره کردیم ما شما که انسان محبت خدا را احساس میکنه و با گذشت هر روز که شناختش بیشتر شده میره این محبت هم زیاد شده میره. میگه انسان در این مرحله که ایمان در حال ارتقاست یا ارتقا کرده یا در حال رشد است، انسان یک ذوق عجیب و غریب به سمت خدای متعال پیدا میکنه. یعنی به این معنی که هر روزی که میگذره آرمان از این بیشتر شده میره بر از این که کی باشه که با خدای متعال مواجه شویم، کی باشه که روبرو شویم و بالاخره در تمام عمل کردش رضای خدا را در نظر میگیره و نیتهای خدا تصفیه میسازه و بالاخره به کار خیر هم سبقت میجویه و این هم یک ذوق پیدا میشه. در حالی که متاسفانه امروز ما و شما امی پروسه را اگر یک سنجش کنیم در مسلمان ها اکثرا پیدا کردن نمیتونیم. این اسلامیت که در جهان اسلام است که ما و شما همون نمونهش در جامعه خود میبینیم. اسلامیت ما فقط در روز جمعه در مسجد چیز میشه. یک تعداد زیاد میایم، یک لباس میپوشیم، یک وضو میکنیم، یک غسل میگیریم، صفا پر میشه نام خدا. جمعه که خلاص شد تا جمعه دیگه بعدی باز یک صف یک و نیم صف حاجی مولوی صاحب که تمام مقتدیا میمونه، دیگرها باز معلوم نمیشه. دیگه وقت تمثیل از دیانت ما اونمو رمضان است و عیدین است که دمی وقت یک مقدارک ما به اصطلاح چیز میشیم و او هم که میخوانیم بسیار به کراهیت و یا بسیار به زور دل میخوانیم. اگر 10 دقیقه در نماز تراویح یا در نماز چیز تغییر چیز میشه، همین چه رقم بگیم، غال مغال کل عالم بلند میشه که چیز است، بسیار دیر شد، ما را مانده ساختی، ما را ذله ساختی، باید زود خلاص میکردیم. و هر حاجی مولوی صاحبی که به اصطلاح تیز بخوانه و تیز خلاص کنه او قهرمان است، نمره داره. نمیتونی نیست مگرم همین چه رقم ما شما بگیم که علاقه مندی به سوی خدا میشه این آدم بگه؟ یا مثلا ما میشه در رابطه با مسئله مال، در رابطه با مسئله جهاد مالی که میگیم، درست؟ اگر یک جای گپ نفس باشم، گپ آفرین گفتن بوده باشه که ما نیکنام میشیم و یک مقدار به اصطلاح کلان معلوم میشیم، هزارها رو ناخواسته از جیب ما بیرون میشه. همونطور نیست مگرم. ولی در جایی که اونجا کار بنیادی است، کار خیر است، کار الهی کلمت الله است، کار تربیت نسل است، کار کفالت یتیم است، کار نمیفهمم چی است، در اونجا باشه یک رقم دلواپسی داریم. بکنم نکنم، خب اگر اینال میکنم چقدر؟ هم 1 لک نه 1 لک خب بسیار زیاد است. همین 50 که فهمی 50 هم بسیار زیاد است. خب بالاخره گپ در 25 گپ در 1000 افغانی میرسه و 1000 هم به قیامت میده. هم کدام کسی که میگه در درخت بند مانده بوده چه رقم شده بود، باز که خدا اگه پایینشم 1 شتر ذبح میکنم. کمی که پایین میاد شتر تنزیل میشه و چی میگشم مگاو میاد که کمی پایین میشه و گوسفند میشه دیگه که خوب نزدیک به زمین میشه باز به مرغ میشه، باز که پایین بشه نه ای چیزی نیست خلاص دیگه. این رقمی ما چرا در این قسمت نمیتونیم؟ این چرا تو زور نداریم که به خاطر خدا بکشیم همونطور زود کده اقدام بکنیم؟ به خاطر که هنوز ذوق به سوی خدا، الهی کلمت الله، حب مفرط خدا در ما تحقق پیدا نکرده و ما این معادله را نتونستیم چیز بکنیم که خدای متعال توقع میکنه والذین آمنوا اشد حبا لله. خدای متعال میگه یک طرف مسلم یک طرف مصنوعاتم است، در این 2 تا یکی را باید انتخاب بکنی، یا مرا انتخاب که یا ما سوى الله را یا غیر الله را. ما در تعیین جهت ما در انتخاب ما اکثرا نمیتونیم که سمت خدا را زود کده بگیریم و یا دوام بتیم دهی. همونطور نیست مگرم. پس این نشان میده که ایمان ها در حالت رکود است، در حالت جمود است، در حالت چی میگه عدم تحرک قرار داره و ارتقا نکرده. و چرا ارتقا نکرده؟
بازم ریشه در ضعف معرفت داره، ریشه در ضعف ایمان داره، ریشه در ضعف ارتباط با ذات اقدس الهی داره. علامت دوم ارتقای ایمان در انسان ای است که انسان وقتی که نورانیت ایمان قلب انسان فرا بگیره، وقتی که انسان ارتباطش با خدا محکم شود، وقتی که انسان به یک حالت مطلوب ایمانی و قابل انکشاف ایمانی برسه، در این حالت انسان باز میگه این نعمت ذوق باز خدا، این نعمت محبت با خدا و سایر نعمت ها را چه مادی چه معنوی باشه همه ایش از جانب خدای متعال میدانه. به حکم و ما بکم من نعمت فمن الله، و ما بکم من نعمت فمن الله، یعنی هر چی از نعمت در ما هست چه مادی چه معنوی آدرسش یکی است. او کیست؟ ذات اقدس الهی است. به عباره دیگر مصدر، منشأ، سرچشمه نعمت ها. خدای متعال میگه مستم و ما بکم من نعمت فمن الله. منتهای نعمت کیست؟ منتهای نعمت عباد الله، یعنی نعمت برای کیست؟ بنده های خدا. به حکم سخر لکم، خلق لکم، جعل لکم. این وجه است که به شما خلق کردیم، به شما مسخر کردیم، به شما گردانیدیم، به شما رام کردیم. کل قرآن عظیمشان از این آیت ها به اصطلاح پر است و آیت های زیاد داریم در قسمت. خب اینالی در اینجا انسان هرگاه ایمان رشد کرده باشه این نعمت ها رو واقعا از آدرس خدا میدانه. به تعبیر دیگر میگه انسان صاحب معرفت و صاحب ایمان لازم به نعمت نمیبینه. فرض میکنیم اینی آب نعمت است، بدون شک نعمت است، میگه به این نمیبینه بلکه به منعم میبینه، به او کسی که ارزانی کرده، از او کسی که گسیل شده سنم وصل شده یا به اصطلاح در خدمت گذاشت. این آب اتنا آمده برادرای عزیز، اینمی آبی که در گیلاس گذاشته شده تا صرف شوه. زمین آسمان سرجی کار کرده. این آب اصلا از چیز بلند شده؟ از بحر بلند شده. مولکول های ریز در درون ابرها جا میگیره به حکم خدای تبارک و تعالی و بالاخره بلند میشن در افق آسمان ها و جایی که نیاز میبینه خدای متعال و مصلحت میبینه دستور میده کجا باید بیاد و در او جباس ای در قالب باران و یا در قالب ژاله و یا در قالب برف ریخته میشه و ریختنش هم ایتو به شکل چیز نیست مثل که ناوه های کلان بوده باشه که چرا خود از او بم بست، از او فاصله که یا بیا خود از این اگر اتم بم نباشه چوچی اتم بم بسته. حداقل بمبا یادی گفته میتونیم، مخصوصا اگر سر انسان اصابت بکنه دم در حال دفعتا انسان از بین میبره. مگر خدای متعال این قطرات باران را یک دانه بسیار زیبا، شما شکل باران متوجه شده باشید، شکل برف خیلی یک زیبایی داره، ولی اگر اینطور به شکل چیز بیاد به اصطلاح چیز براتون بگیم برف کوچ شوه، اما برف کوچ هم از یک چیز جور میشه، تو میخوره باز برف کوچ میشه. خدای متعال برف کوچا را از آسمان چیز میکرد. خدا از یک تابادی نمیمون. هر انسان که سرش اصابت میکرد پیتش میکرد، پرسش میکرد به اصطلاح، اما خدای متعال دانه دانه چیز میکنه. بازی که به زمین میرسه و در زمین هم که میرسه به شکل میرسه که کلش در روی زمین نره، جذب شده درون زمین بره. آبهای چی میگه زیر زمینی هم باید زیاد چیز نشه، برابر بوده باشه و جذب شده. چرا اگر باران قطراتش کمی تیز شوه از او چی جور میشه؟ سیلابا جور میشه. و ما و شما دیدیم در چند سال گذشته چقدر جاها را سیلاب های چیز کرد. دیگه کدام گپی نیست، فقط قطرات باران از حالات عادیش کمی تیزتر میه و چون تیز آمد جذب نمیشه در درون، از او دیگه چیز جور میشه. سیلابای بسیار خطرناکه، شهرها را میتونه ویران بکنه، زمین ها را میتونه و هر سو نسل میتونه که برداره. خب پس خدای متعال این را به سلامتور منظم میاره. امی کافر ملحد راستی عقل نداشته. خدا میگه ولکن لا یشعرون، عقل یعنی شعور نداره.
امی تو به خدا هم خود بخود امی تصادفی است. کجا اجیر تصادف بگن؟ به تعبیر یکی از علما میگه از انکار، از اعتراف به خدا کرده انکار سخت‌تر از گفت. اینقدر دلایل وجود داره. فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي حدیث بعده یؤمنون. خلاصه این آب که وقتی پایین میشه، این آب که پایین میشه در داخل زمین میره، مخصوصا داخل کوها، و داخل کوها باز چی میشه برادرای عزیز؟ داخل کوها این آب فیلتر میشه. چرا فیلتر میشه؟ به خاطر از این فیلتر میشه که آب بحر شور است، آب بحر تلخ است. اگر شور و تلخ نمیبود باز چی میشد؟ اگر آب بحر شور و تلخ نمیبود آب گندیده میشد، تعفن پیدا میکرد، دنیا را بوی میگرفت. ولی خدای متعال به اصطلاح کوههای نمک از بحرها مخلوط ساخته است و شور ساخته و تلخ ساخته و مستقیم آب بحر قابل استفاده نیست. این حال وقتی که مولکولای ریز از آب بلند میشه پس میباره بر دشت ها، دجله ها، کوه ها، زمین ها، این داخل کوه میره. داخل کوه که میره اوجا خدای متعال فیلتریشن ها رو نصب کرده. این فیلتریشن ها این آب تصفیه میکنه. یعنی چی؟ شوریش تبدیل به شیرینی میشه. دو، منرالایش تکمیل میکنه. اما منرالایی که بدن انسان به او چی داره؟ نیاز داره. دوباره این آب بیرون میشه فیلتر شده. چه قمیال فیلتر چیزات نمیفهم که در غزنی چه بحث مهم است آبهای فیلتر شده که فیلترها او چیز میکنه و فروخته میشه. اما در کابل و سایر شهرهای چیز کاملا محسوس است. هیچ کوچه و پس کوچه نیست که در اوجا اینمی موترا و زرنجا نگرده و آب فیلتر شده را. این که چقدر فیلتر میشه، چقدر صداقت داره نداره روشو میگذاریم. ولی امروز زندگی در یک شهر مثل کابل که 10 میلیون کم و بیش نفوذ داره به یک بنبست چیز شده است. اگه این آبهای تصفیه شده نرسه خدا حاضر است که دیگه این شهر قابل سکونت نیست. چرا شور شده، اما جا این قابل چیز نیست، خوردن نیست. خب خدای متعال ای آب فیلتر میکنه، باز دوباره بیرون میکنه بر ما به عنوان چشمسارها، به عنوان کاریزها و خلاصه ما از استفاده میکنیم. نامش هم میگذاریم آب پغمان، آب قرغه، آب سالنگ، آب پنشیر، آب کجا و کجا. بسیار آب خوب است، در حالی که اصلی کار خدای تبارک و تعالی بوده. و ما بکم من نعمت فمن الله. نعمت نباید دید، منعم باید دید. در هر پدیده، در هر چیزی دست قدرت بلا کیف خدای متعال و دست فعالیت خدای متعال در او به شکل نامرئی موجود است. اینجاست که انسانی که رشد ایمانی داره، انسانی که به ارتقای ایمان رسیده، هر نعمت مادی و معنوی را از جانب ذات اقدس الهی میدونه. انسان عالم است، یک انسان دانشمند است، یک انسان ابتکارات داره، خلاقیت داره، آیکیوی مغز بلند داره، درک بلند داره. اگر از نگاه توحیدی ببینه میگه ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء. این فضل خداست میدهد به کسی که بخواد. اما انسانی که حقیقت بین نیست، کوردل است، کورمغز است، او میگه که این جانب میفهمم، این جانب میدانم، بسیار میفهمم، بسیار میدانم، مثل من دیگران نمیفهمه، پس من برترتان هستم، من بلندتان هستم، من عالیتان هستم و تکبر میورزم. انا خیر من، مثل که شیطان گفت که من از آدم کرده برتر هستم. انسانهایی بدور از حقیقت و بدور از ایمان اینمی رقم است. چه وقت انسان متکبر میشه؟ وقتی که هر چیز از جانب خود بدانه، یا تو بگیم ذاتی بدانه، از جانب الله ندانه. پس انسانی که در حالت ارتقای نورانیت ایمان قرار داره، نعمتها را از جانب ذات اقدس الهی میدانه. این هم بسیار کم است متاسفانه. چقدر انسان ها باشه که از کل تا جز، از مادی تا معنوی، از معنوی تا مادی، تمام چیزها را واقعا عینکش عینک خدایی باشه.
عینکش عینک توحیدی باشه، یعنی واقعا این آب نبینه، نگاهش به سوی خدا باشه، خدای مهربان، خدای رؤوف الرحیم، خدای به اصطلاح نزدیک، خدایی که به بندیش به انسان ارحم الراحمین است و همه چیز در اختیار انسان مونده و داره تولید کرده میره. زمین در خدمت انسان، آسمان در خدمت انسان، آفتاب در خدمت انسان، مهتاب در خدمت انسان، باران در خدمت انسان. خلاصه ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری. همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. این علامت دوم است برادرای عزیز. علامت سوم ارتقا و نورانیت ایمان چی است برادرای ارجمند؟ این است که انسان به یک انسان دراک تبدیل میشه. تو انسان به یک انسان فعال تبدیل میشه. این چه معنا؟ یکی هوشیار میشه، فراست پیدا میکنه. اتقوا فراست المؤمن انه ینظر بنور الله. به روایت دیگر او بنور ایمان الله. میگه از کمال هوشیاری مؤمن بترسه. چرا؟ چون تمام قضایای ایمان در بصیرت ایمانی میبینه، در نور ایمانی میبینه. چرا اصحاب توانستن دشمن بشناسن؟ چرا اصحاب بازی نخوردن؟ چرا اصحاب عظمت خود حفظ کرده تانستن؟ به خاطر همین صاحب یک نورانیت شده بودن، دراک بودن، دشمن شناس بودن، بازی نمیخوردن، اغفال نمیشنیدن و حرکت های دشمن کاملا زیر نظارت داشتن. دشمن به هر لباسی که خود تبدیل میکرد از ضربین از اینا تیر نمیشد یا نمیگذشت. باش که میشه جا داره یک حکایت این چیزا برای شما بکنیم که یگان تا شاید خستام شده باشه، باز استایس انشالله به جنبندی میرسیم، چیز خلاص میکنیم بخیر، زیاد شما را آزار نمیدیم. شما یکی از اصحاب نامش شنیدین و زیاد شنیدین و حتما درباره‌اش زیاد میفهمین، به نام حذیفه بن نیمان. این صاحب سر رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه. حذیفه بن نیمان یکی از اصحاب جلیل القدر نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و سلم می باشه. غالبا در غزوه احزاب یا غزوه خندق است که حذیفه بن نیمان میگه که من بسیار خسته بودم، زله بودم، اینطور خدا دراز کشیده بودم. دیگه که صدا میاد، صدای نبی اکرم علیه السلام است. بخی حذیفه تو بیدار هستی، برو در صف دشمن ببین که چه میگذره. استخبارات اینجا مصداق پیدا میکنه برادرای عزیز. خوب دقت کنیم، ما از منظر اسلام باید استخبارات داشته باشیم، باید داشته باشیم. یعنی یک چیز تاریخی داره، اساس تاریخی و اساس به اصطلاح قدیم داره و مؤثر است و مفید است. ولی برای داشته باشیم؟ برای داشته باشیم؟ برای از این نداشته باشیم خانه پالی کنیم، برادرای مسلمان خود تفتیش کرده بریم. این خود نشد. از منظر یک نظام اسلامی این گنجایش نداره عزیزان که ما استخبارات را در درون کتلات مسلمان و کسایی که اونا تحت بیرق و علم و پرچم ما قرار دارن. خویی که ما استدلال میکنیم ولا جنایت میشه، ولا تو موظف هستی، مکلف هستی که دلیل و علت جنایتی که انسان میکنه او رو باید برداریم. انسان رو باید تربیت کنیم، انسان رو باید به تزکیه برسانیم، انسان رو باید به روحانیت عالی، به ایمان و تقوا. این وظیفه اساسی یک امیر و یک رئیس و یک پدر و یک ملای امام و یک مادر و پدر و خلاصه یک کسی که در پیشوایی قرار داره که باید ملت خدا و رعیت خدا و مادون خدا به سجایای عالی اخلاقی و ایمانی بلند باید برسانه. اگر رسانده نتونه وظیفه‌اش ناکام است، قطعا ناکام است. عند الله ناکام است، عند الناس ناکام است، عند تاریخ ناکام است.
خب به هر حال اینال در اینجا رسول کریم علیه السلام که به حذیفه بن یمان میگه در کجا؟ میگه برو در صف دشمن ببین که چه میگذره، تو بیدار هستی، بلند شو. حضرت حذیفه میگه من بسیار مانده بودم، از دست ماندگی کمرم راست نمیشد، ولی چون صدای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بوده و به حکم اطیع الله و اطیع الرسول، لاجرم بعد بلند می شدم، الزاماً بعد بلند می شدم. میگه بلند شدم، حرکت کردم، یک پتوام یک شالم داشتم، خنک می خونم. گفت که می پیش رفتم، امی هوا چنان گرم شد که من فکر داخل یک حمام است، بسیار راحت شدم. بالاخره پیش رفتم در صف دشمن که نزدیک شدم، دیدم که در اینجا دیگه شب است و یک مرد قد بلند سیاه پوست بگیم یا سیاه جلد بگیم، این میگه غالبا ابو سفیان بوده. میگفت که الرحیل، یعنی خود جمع جور کنی که بریم، پس برگردیم. گفت من در امی وقت چیز کردم که وقت امی رسیده که امی دشمن خدا را سرش باید از تن چیز کنم، بدور کنم. گفتی تو به شمشیر خود دست بردم که را بکشم. گفت توصیه رسول الله علیه السلام یادم آمد که وقت به من گفته بود که بخی بلند شو، برو در صفوف دشمن چه میگذره، ولی متوجه باشی کار انجام نتی، متوجه باشی کار نکنی. گفت یادم آمد که رسول علیه السلام او یک توصیه کرده به من. گفت پس چی داخل کردم در غلافش. گفت در امی وقت ابو سفیان مشکوک شد و زود یک فرمان داد. چی بود فرمان برادرای عزیز؟ گفت که زود دست رفیقتان بلند کنی، هویتش پرسان کنی، مبادا دشمنی در بین ما نفوذ نکرده باشه. اینمی قسمت میخوایم که مسلمان باید در راک باشه، هوشیار باشه. گفت با مجرد کمی گپ از زبان ابو سفیان خلاص نشده بود، میگه من این طرفم دست بلند کردم، این طرفم بلند کردم، کی هستی؟ خوب دقت کنید، من پرسان کردم پیش از اینکه و پرسان بکنه که تو کی هستی. این نگذاشته که خوابیده که دست تجیره، دست این طرفم بلند کردم، دست کی هستی؟ گفتن ما فلانی هستیم. اگر آدم خواب برده می بود، آدمی در غفلت می بود، دشه بلند میکرد، هویتش افشا میشد، حتی شاید منجر به شهادت شو میشد. همونطور نیست مگرم. من تاسف میکنم که مسلمان امروز میگه جیب مرا کیسه بر زده است. تو این قدر در خواب بودی که جیب تام کیسه بر زده، خانه خبر شده ای، دست میکنه با دستت پایین چیز میره، مبرای به اصطلاح بشه. یا ای که مثلا در دشمن شناسی جهان اسلام امروز مشکل داره. دلیلش همی است که بصیرت سیاسی، مخصوصا بصیرت ایمانی، بسیار ضعیف است. دید درونی ما، چشم قلبی ما کور است، فعال نشده است. پس ایمان بر انسان دراک میسازه، هوشیار میسازه، بیدار میسازه و همچنان فعالش میسازه. فعالیت مزید در مزید. چه معنی؟ فعالیت امروز ما از دیروز ما باید بیشتر بوده باشه. ساحه کاری ما از دیروز که انکشاف پیدا کرده باشه. توصیه در غیر از او به قول حضرت علی رضی الله عنه که میفرماید من استوى یومین فهو مغبون. کسی که دو روزش در یک حالت بگذره، دو روزش، یعنی زیادت در عمل از او نباشه و زیادت در کوایف ایمانی و تقوا و طهارت از او دیده نشه و این بصیر به او نبوده باشه، درک نکنه، میگه فریب خورد است. دو روزه میگه. از ما سالها همونطور میگذره، یک رقمشی که لیورس رفته رایستیم، عقب رفته رایستیم. ارتقای ایمان نمیگه، ایره نزول ایمانی میگه، ایره به اصطلاح از دست دادن آنچه که رسیدم او را از دست دادن، ایره گفته میشه. پس خداوند متعال جل جلاله این سه کیفیت هم برای ما و شما عنایت بکنه. البته خدای متعال که عنایت هم میکنه، رایش نشان داده.
راهش کسب جهان بینی است، راهش کسب فکر است، راهش داشتن یک اعتقاد راسخ و محکم و شکست ناپذیر است که انسان به او تو یک حالت میرسد. ذات اقدس الهی جل جلاله برای جهان اسلام ایمان صحابه گونه، شناخت صحابه گونه و تقوای به اصطلاح متسچه و عالی و قابل ملاحظه عنایت بکنه که ما اثراتش در سلوک خود دیده بتانیم، در عمل خود دیده بتانیم، در بالاخره چیز خود دیده بتانیم، در تمام مسائل خود ما و شما او را دیده بتانیم. بحث بیداری که هم از می ادامه ازی است که انشالله چه بیداری است، چند نوع است، علائم شاخصایش است، انشالله که باز رفته بعد نظر به فرصتی که باز انشالله موجود می باشه و توفیق رفیق حال کل ما و شما شود انشالله صحبت خواهیم کرد. الله متعال جل جلاله کل ما و شما را مستفید بگردانه و تمام امراض ظاهری و باطنی ما را شفا و از ما دور بکنه و الله متعال جل جلاله دیگه حلاوت ایمان را، شیرینی ایمان را هم به ما بچشانه که ما هم مثل که نمیاب یک شیرینی داره یا ما کیفیتش درک میکنیم، امی کیفیت ایمان هم درک بکنیم. ذاق طعم الایمان من رضی بالله ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی الله علیه و سلم نبیا و رسولا. والسلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته.